همه بخاری‌های برقی نفتی ژاپنی مدل کرونا که این میکروسویچ تنظیم رو دارن از حالت 3 ساعته به حالت 24 ساعته دامکار تبدیل میشن. دو تا مدل بخاری براتون در نظر گرفتیم، می‌خوایم این دوتا رو 24 ساعته بکنیم براتون. بریم دو قسمت برد. مدل اول بخاری که مدلش اصلا مدل پایینه و یه دکمه میکروسویچ معمولا هم زیر فلت قرار میگیره داره. مدل بالاها به جای اون دکمه میکروسویچ دو تا جامپ برامون اینجا در نظر گرفته، JP4 و JP5. این هم معمولا زیر فلته و با یک کادر سفید رنگی مشخصش کرده. اونایی که مدل پایین ما دکمه میکروسویچ رو فشار میدیم، یه سری تنظیمات رو صفحه نمایشگر برای ما ظاهر میشه. اونایی که مدل بالا هستن جامپ JP4 و JP5 رو به هم دیگه وصل بکنیم و اونم یه سری تنظیمات برای ما ظاهر میشه. حالا میگردیم از طریق این ابزاری که من در نظر گرفتم میخوایم دکمه میکروسویچ تنظیم رو فشار بدیم. وقتی فشارش میدیم باز یه سری تنظیمات برای ما ظاهر میشه. حالا باید دکمه تغییر نمایشگر رو که روی صفحه نمایشگر برای ما در نظر گرفته دستگاه اون رو بزنیم. خب دکمه تغییر نمایشگر این دستگاه این مدل این میشه و این مدل هم این دکمه میشه. وقتی دکمه تغییر نمایشگر رو که میزنیم یه سری تنظیمات ظاهر میشه. دوباره بعد این کار انجام بدیم. به کد 300 یا 301 میرسیم. اگر 301 باشه بخاری 24 ساعته است. اگر 300 باشه بخاری 3 ساعته است. ما باید تبدیلش کنیم به 24 ساعته. چیکار میکنیم؟ یه دونه به این 300 اضافه میکنیم. حالا از رو میکروسویچ روی بورد یا اون جامپ روی بورد تاییدش میکنیم این کدو. این دستگاه الان 24 ساعته شد. برای تایید بخاری مدل بالا هم JP4 و JP5 رو به هم دیگه وصلش میکنیم. این دو تا دستگاه الان 24 ساعته شدن و شما میتونید ازشون استفاده بکنید.